انتخاب دانشجو و استاد. سلام علیکم، حال شما چطوره؟ رفقای هفتمی من، حالتون چطوره؟ احوالتون چطوره؟ عمه، خاله، دایی، پدر، مادر همه خوبن؟ خب خدا رو شکر برای ما هم خوبن. خوب هستن انشاءالله، خوبن، خدا رو شکر. آقا من علی منصوری هستم و قراره که با هم دیگه خط به خط کتاب درسی رو با هم تحلیل بنماییم و کلی هم کیف کنیم، کلی هم عشق بکنیم و البته این رو بگم به سبک خودمون، به سیاق خودمون خط به خط کتاب درسی هفتم رو با هم بررسی میکنیم. خیلی خوشگل، خیلی تمیز. بریم از همون در واقع صفحه ابتدای فصل 1 یعنی راهبردهای حل مسئلهش آغاز بکنیم. خب شما در این فصل 8 راهبرد حل مسئله رو میخونید. خیلی دیگه طولانی نکنم، قرار 8 تا راهبرد حل مسئله رو یاد بگیریم و تا آخرم از این راهبردها به هر حال استفاده میکنید، کما اینکه جلوتر خب راهبردهای بیشتری رو هم یاد میگیرید. اصلا یعنی چی راهبردهای حل مسئله؟ از لحاظ لغتی بررسی بکنیم. حل مسئله که خب مشخصه، قراره یک مسئله، یک سوال رو حل بکنیم، اما راهبردهای حل مسئله یعنی چی؟ اصلا راهبرد یعنی چی؟ یعنی راه به علاوه برد. مثل اینکه آقا یک کسی قراره در واقع دستمون رو بگیره ما رو راه ببره دیگه، راه برد یعنی یه سری چیزهایی که قراره که ما با اونا وقتی با یه مسئله برخورد میکنیم یه راهی رو بریم، یه راهی رو که حالا از قبل حالا مشخص کردن به عنوان راهنما. خب ما با استفاده از اونها حالا بر اساس تجربه و حل مسئله زیاد، مثلا وقتی یه سری مسائل رو تو تیپ های خاصی میبینیم میفهمیم که اینو مثلا از این راه بریم. گرچه ما وقتی میخوایم به یه هدفی برسیم میتونیم از مسیرهای مختلفی بریم به اون هدف برسیم دیگه. اصلا شما از تهران میخوای بری اصفهان، یک مسیر وجود داره. اصلا فرض کن مثلا میخوای از تهران بری اصفهان، زمینی، هوایی و راههای مختلف. باز خود زمینی چند تا راه متفاوت داره. اوکی، مثلا همینجوریه، شما میتونید از راههای مختلف، اصلا راههای ترکیبی استفاده بکنید. خب خیلی طولش ندیم، خیلی سریع بریم سراغ کتاب درسی تحلیلمون، شروع بکنیم. آقا راهبرد اول، راهبرد رسم شکل. خب اومده یه توضیح داده، گفته آقا کشیدن. میگم تنها چیزی که میتونم بگم اینه که بیا پایین، سرمون درد گرفت. این کار اشتباهه که من اول بیام بگم آقا یه تعریفی بکنم، بعد بیام این شیوه آموزش خیلی بده که من بیام یه تعریفی رو مثلا بگم، یه نکته‌ای رو بگم، بعد برم مثلا ازش یه سری مثال بگم و مثلا فلان. ببین اون حفره‌های ذهن رو میبنده، یعنی اون علامت سوالایی که میتونه ایجاد بشه رو میبنده. من یه توضیح دیگه‌ای هم بدم در مورد این آموزش. من معتقدم که حالا یه مثال بزنم که خوب جا بیفته. فرض کنید من الان مثلا یه دختری رو میخوام، خلاصه این که مثلا عاشقش شدم، میخوام مثلا برم مخش رو بزنم و اینا، حالا مثلا فرض میکنیم. بعد الان دو حالت وجود داره، این که اون سریع به من پا بده، همین رفتم بگی که بیا مثلا این شمارم، خلاصه این که اصلا همون اولم بگی بیا منو بگی، اینجور آدما اینجوری ان دیگه. خلاصه البته تو ایران که همین چیزی نداریم. مدل دوم که حالا مدل دخترهای ایرانی است، من خودم یعنی پاره و پوره بکنم، به روش‌های مختلف برم، برای دستیابیش تلاش بکنم، کانال بزنم با رفقای خودم که با رفقای اون در واقع حالا کانال به روش‌های مختلفی بخوام. این عشق قشنگه، این موقعی که بهش دست پیدا میکنی قشنگه. اون مدل اولیه چون راحت دست پیدا کردی زیاد جذابیتی نداره، ولی اون مدل دومیه خوشگله. اون مدل دومیه همچی میونه زیر زبونت، عشق میکنی، لذت میبری. در مورد یادگیری ریاضی هم اینه که ما خودمون بریم، خلاصه دست و پنجه خودمون، خلاصه این که خودمون دست به کار بشیم، خودمون ور بریم با مسائل، بالا پایین چپ راست،
فکر بکنیم چرا، چگونه، چجوری، از چه روش هایی میتونم این مسئله رو حل بکنم، خودم درگیر بشم و خودم به این برسم که اینجوری. ولی خب حالا شاید بگی وقت نداریم. اوکی، ما در کمترین زمان ممکن قرار این کار رو بکنیم. خب آقا اصلا کار ندارم راهبرد رسم شکل، راهبرد کوفت درد زهر ما رو اصلا داره چرت میگه، من اصلا نمیخوام با این راهبرد حل بکنم. یه لحظه اصلا بیایم اینجا، همینجوری 3 تا مسئله اینجا الان داریم توی این صفحه. بیایم این 3 تا رو بدونی که بخوایم متوجه بشیم و اصلا بدونی که به اعداد و ارقام دقت بکنیم، فقط یه دور روخونی بکنیم ببینیم چی میگه، در حد اینکه متوجه بشیم چی میگه. اصلا قرار نیست حلش بکنیم. و اولی میگه آقا یه باغچه مستطیل شکل داریم، طولش اینقدر، ارزش اینقدر. اگه بخوایم کتابم جلو دستتون باشه شما هم بخونید با من. اگه بخوایم مثلا به فاصله 1 متر از ضلع‌های باغچه دور تا دورش مثلا نرده بکشیم، چقدر نرده لازم داریم؟ خب یه باغچه قراره که 1 متر از اضلاع فاصله بگیریم، بعد نرده بکشیم، چقدر نرده لازم داریم؟ خب بریم دومی چی میگه. میگه توپی رو از ارتفاع ژئومتری سطح زمین رها میکنیم. بعد از اینکه با زمین برخورد میکنه نصف ارتفاع قبلی خودش بالا میاد. این توپ از لحظه‌ای که رها میشه تا 3مین مرتبه‌ای که به زمین میخوره چند متر حرکت کرده. یه توپ رو رها میکنیم، هر بار میخوره به زمین مثلا نصف دفعه قبلی میاد بالا، هی میاد پایین، باز نصف دفعه قبلی، اینجوری ببینیم تا زمانی که 3مین بار میخوره به زمین چقدر بالا میاد. یا 3می مثلا میگه قورباغه‌ای میخواد از یه دیوار بالا بره، هر بار که میپره مثلا 3 متر میره بالا، باز 2 متر سر میخوره، باز دوباره میپره 3 متر میره بالا، 2 متر سر میخوره. اوکی، میخواد از یه دیوار 9 متری بره بالا، چند بار باید جهش بکنه؟ اوکی، پس قورباغه داریم 3 متر میپره ولی خب باز 2 متر سر میخوره، 3 متر میپره 2 متر سر میخوره. ببینیم چند بار باید جهش بکنه تا به بالای دیوار برسه. ببین همونطور که مسائل رو میخونی یه تصویری تو ذهنت میاد، اون چیزایی که داره میگه. مثلا اولی یه باغچه بود، خب یه باغچه رو تصور کردی، بعد حالا نه این باغچه با اون گل و گیاه، نه یه باغچه یه مستطیل مثلا. دومی مثلا یه توپ بالا پایین میپره فلان اینا. 3می قورباغه اینجا قواق مثلا میپره بالا. حالا بعضیا با کیفیت خیلی 4K تصور میکنن آقا قواق مثلا میپره بالا اینجا میاد پایین. نه، حالا در دیگه مثلا این میپره میاد میپره. خب ببین وقتی مسئله رو میخونید تصویره میاد تو ذهنت، حالا نه با اون 4K ولی خب خیلی ساده مثلا میاد تو ذهنت. ببین دست و دلت قبول داری این دست لامصب این قلمو میگیره، اینجا قلم نوریه، این قلمه میره سمت یه رسم. آقا مثلا نیازه که باغچه رو خیلی خوشگل بکشی، مثلا شیک 4K مثلا حالا جدیدا مثلا 8K مثلا. نه عزیز من، به ساده ترین شکل ممکن، به ساده ترین شکل ممکن. اوکی، چون قراره خیلی سریع مسئله رو حل بکنیم با کمترین فشار، خیلی راحت، خیلی شیک و مجلسی مسئله رو حل بکنیم. بریم این 3 تا مثال رو با هم حل بکنیم و پس فهمیدی دیگه. ببین الان فهمیدی دیگه، الان دیگه میدونی کی از رسم شکل استفاده بکنی. دریافتی چی شد زمانی که مسئله رو میخونی دیگه، اون فضای داره تو ذهن ترسیم میشه، یه شکل ساده. ببین دست اصلا میره به سمت رسم. اولی رو نگاه، یک باغچه داریم مستطیل شکل به طول 10 عرض 5. اوکی، پس یه مستطیلی داریم طول 10 عرضش هم 5. اوکی، حله. من اصلا با شکل این هیچ کاری ندارم، با شکل کتاب درسی رو هیچ کاری باش ندارم. خب میگه اگه بخوایم به فاصله 1 متر از ضلع‌های باغچه، اوکی، دور تا دورش نرده بکشیم، چند متر نرده لازم داریم؟ آقا میخوایم از ضلع‌های باغچه 1 متر از هر طرف، از هر ضلع 1 متر فاصله بگیریم، بعد نرده بکشیم. خب یعنی نگاه آقا، این ضلع 1 متر میام اینور، از این ضلع 1 متر فاصله میگیرم، از این ضلعم 1 متر فاصله میگیرم، از این ضلعم 1 متر فاصله میگیرم. اینجا رو الان میخوام اینا میشه چی؟ حالا میخوام دورش نرده بکشم اینجوری. حالا یه خورده اینجوری کج و ماوج شد و دقیق نشد، فقط میدونم دیگه. آقا ببین الان به من بگو، الان یه مستطیل جدید دارم دیگه. اوکی،
باید این طول و عرض رو مشخص بکنم، اینا رو با هم جمع بکنم دیگه. الان به من بگو این اندازه این چقدر، اینجوری با سبز کشیدم. خب ببین اندازه این 5 بود. اوکی، 1 متر رفتیم بالا، 1 متر هم اومدیم پایین، میشه اندازه این پس دیگه. اوکی میشه چی؟ 5 به علاوه 1 متر بالا 6 متر، 1 متر هم پایین 7 متر دیگه، یعنی 2 متر اضافه میشه، پس 7 متر این. خب قاعدتا این برم 7 متر میشه دیگه، روبرو هم یه مستطیل دیگه، اضلاع روبرو برابره. خب این پایین چی؟ ببین این داخلیه 10 متر بود دیگه، درسته؟ این میبینی الان قشنگ در میابی دیگه، قشنگ پشت من میبینی دیگه. ببین این 10 متره. خب 1 متر خب اومدم این ور دیگه، درسته؟ نگاه 1 متر اومدم این ور دیگه، 1 مترم اینوری رفتم. حالا من دقیق اینجوری اندازه‌اش اینا، 1 متر اینور اضافه میشه، 1 مترم اینور، این بیرونیه رو میسازه دیگه. میشه چی؟ 10 به علاوه 1 به علاوه 1، یعنی 10 به علاوه 2 دیگه، 2 تا 1 متر اضافه میشه 12 متر. خب این 12 اینورم 12 دیگه، پس میشه چی؟ این نرده‌های من چقدر میشه؟ یه 12 متر، یه 7 متر، یه 12 متر، یه 7 متر، یعنی 2 تا 12 متر با 2 تا 7 متر، یعنی انگار محیط اون مستطیل بیرونیه رو میخواد دیگه. پس میشه چی؟ میشه 12 به علاوه 7 به علاوه 12 به علاوه 7. حالا دیگه ما خیلی ساده و ابتدایی میگیم. 2 تا 12 تا میشه 24 تا، 2 تا 7 تا میشه 14 تا، جمعاً میشه 38 متر، یعنی 38 متر من نرده لازم دارم. بریم سراغ مثال دوم. میگه توپی رو از ارتفاع 18 متری رها میکنیم. توپی رو از ارتفاع چی؟ 18 متری سطح زمین رها میکنیم. اوکی، هر بار که به زمین میخوره پس از برخورد با زمین نصف ارتفاع قبلیش بالا میاد. این توپ از لحظه‌ای که رها میشه تا سومین مرتبه‌ای که به زمین میخوره چند متر حرکت کرده؟ آقا یه توپ دارم اینجوری قلقلیه، سرخ و سفید و آبیه، رها میکنم میه پایین، هر دفعه نصف دفعه قبلی میه بالا، به قول مشهدی‌ها. خب مشهدی نیستم ولی لهجه‌شون خیلی دوست دارم. اوکی آقا این توپو من اینجوری اینطوری میذارم، میگه از اینم زمین از ارتفاع 18 متری رها میشه. خب نگاه کن ارتفاع تا زمین چقدر؟ 18 متر. بذار با یه رنگ دیگر من رسم بکنم که قاطی نشه. اوکی حله. خب پس یه توپ دارم از 18 متری سطح زمین رها میشه، یعنی 18 متر میاد میخوره به زمین، پس یه 18 متر اومد. خب هر بار میخوره به زمین نصف دفعه قبلی میره بالا دیگه، یعنی میخوره زمین میره بالا، چقدر میاد بالا؟ 9 متر دیگه، درسته؟ یعنی نصف 18 تقسیم بر 2 میشه 9 متر، پس میاد بالا. دوباره باز تا 9 متر رفته بالا، باز میاد پایین، میشه چی؟ 9 متر. اوکی الان خورد به زمین، باز نصف دفعه قبلی میاد بالا، یعنی نصف 9 متر میاد بالا، میشه 4.5 متر. دوباره باز میاد پایین، 4.5 متر میاد پایین. خب تا الان چند بار برخورد کرد؟ خب یه بار اینجا برخورد کرد، یه بارم اینجا برخورد کرد، 2 بار، یه بارم اینجا، 3 بار. یعنی تا لحظه‌ای که بار سوم میخوره، اون لحظه بار سوم ببینیم چقدر مسیر رو طی کرده. خب نگاه یه 18 متر، یه 9 متر، یه 9 متر دیگه، یه 4.5 متر و یه 4.5 متر دیگه. اوکی جمعاً چقدر میشه؟ ببین این دوتا 9 که میشه 18، این دوتا 4.5 هم میشود 9، پس دوتا 18 تا میشه 36 تا، 36 و 9 میشه 45، پس 45 متر تا لحظه‌ای که برای بار سوم میخوره به زمین مسیر طی کرده. اوکی حل، مرسی. و بریم مثال آخر 3. میگه قورباغه‌ای میخواهد از یک دیوار بالا برود. میگه او با هر جهش 3 متر بالا میرد و هر بار 2 متر سر میخوره. آقا میگه واق میگن یا قواق یا قور میگن، یا اسم یه چیز صدای قورباغه دیگه، اینقدر قورباغه ندیدیم یادمون رفته. اینجوری میره بالا، خب 3 متر میپره بالا، اینجوری لیز میخوره، باز میپره 3 متر، 2 متر سر میخوره. اوکی یه دیوار داریم ارتفاعش 9 متره،
چند بار باید بجهه تا برسه به بالای دیوار. اوکی، پس یه دیوار دارم آقا، اینو نگاه، یه دیوار دارم، ارتفاع چقدر؟ 9 متر. ارتفاع 9 متره. ببین از محوری حساب، چون میخواد هر سه تا بپره دو تا بیاد، محوری در نظر بگیم. ببین ارتفاعش نگاه از بالا تا پایین چقدر؟ 9 متره دیگه، درسته؟ 9 متره. حله. خب بیام اینو تقسیم بندی بکنم مثل یه محور. خب اینجا که کف زمین 0، 1 2 3 4 5 6 باید برم بالاتر، 7 خب اینجا 8، اینجا دیگه تموم میشه. اینجا حالا این ور رو اضافه کشیدم 9. ببین این الان 9 متر، درسته؟ درسته؟ حله؟ اوکی. خب ببین هر بار میپره از عمد از قبل شروع ویدیو من اینا رو از قبل نکشیدم. میتونستم خیلی خوشگل این محورها رو بکشم، بعد گفتم نه، بذار همزمان با شما هم با من همزاد پنداری کنید، منم همون لحظه رسم بکنم برای شما با هم، که اینجوری بهتره. شما هم سر جلسه همینجوری رسم می‌کنیم، این بهتر از اینی که من خیلی خوشگل شسته. به خاطر همین از شکل‌های خود کتابم استفاده نمی‌کنم. ببین من دریا الان سطح زمینه آقا، نگاه 3 متر میپره، 2 متر میاد پایین، یعنی 1 2. اوکی، دوباره 3 متر میپره. خب الان رو 1 دیگه، 3 متر میپره میاد رو 4. میتونی حالا اینجوری تو ذهنت هم بکشی، اینجوری 1 2 3 متر میپره با 2 متر میاد پایین. ببین میشه 1 2 میاد اینجا. دوباره 3 متر میپره یعنی رو 5 میره، 2 متر میاد پایین یعنی میاد رو 3. اوکی تا الان چند تا جهش داشت؟ 3 تا جهش داشت دیگه. نگاه یه بار اول، دوباره یکی دیگه پرید. حالا این گوشه من میتونم یه چوب خط بذارم به ازای هر پرش چون خیلی قاطی نشه. خب تا الان 3 تا پرش داشته، بشماریم دیگه هر بار. دوباره یه پرش دیگه 3 متری، 3 تا میپره میشه 6 متر، میره رو 6، 2 تا میاد پایین میشه رو 4. خب الان این پرش 4م بود دیگه، درسته؟ 4 تا یعنی جهش داشته. دوباره الان رو 4، یه جهش 3 متری میکنه، یه جهش 3 متری میکنه میشه 7، 2 تا میاد پایین میشه رو 5. درسته؟ الان این یه جهش دیگه بود دیگه، تا الان 5 تا جهش داشته. خب الان رو 5 یه جهش میکنه میره رو 8، الان این جهش 6م بود دیگه. البته باز دوباره 2 تا میاد پایین، رو 8 بود 2 تا میاد پایین میشه 6. خب الان رو 6 یه جهش 3 متری بکنه میره رو چی؟ میره رو 9. خب دیوار 9 متر بود. الان بعضیا شاید بگن خب آقا میاد پایین دیگه 2 تا، نه دیگه، دیوار 9 متر بود میخواست بره رو دیوار، الان با این جهش دیگه رفت رو دیوار، یعنی تو جهش 7م رسید به بالای دیوار. پس 7 تا جهش داره، 7 تا جهش داره. درسته؟ حل. خیلی مخلصیم. بریم تو ویدیوی بعدی با راهبرد بعدی. خیلی مخلصم. سلام علیکم آقا، مخلصات خیلی مخلصیم. بچهای گل 7م، دوست پسرها و دوست دخترای گلم، امیدوارم که البته دوست دخترها و دوست پسرای 7می خودم امیدوارم که حال دلتون عالی باشه. بریم ادامه در واقع فصل اول 7م رو با هم داشته باشیم، یه سری بزنیم. رسیدیم به راهبرد الگوسازی، رسم شکل رو گفتیم، رسیدیم به راهبرد الگوسازی که راهبرد کلیدی هم هست. خب چون جا کمه برای حل این 4 تا مثال، من اینا رو تو صفحات جدا آوردم. اوکی، یه لحظه حالا با توضیح کتاب کاری نداریم دیگه، ما قرار شد که به سبک خودمون، به سیاق خودمون در واقع پیش بریم و به شما آموزش بدیم. فعلا با این توضیحی که کتاب داده کار نداریم، نظرش هم محترمه. یه لحظه مثالا رو اینجا رو پاز بکنید، یه لحظه خودتون مثالا رو بخونید. مثال اول میگه 2 تا عدد طبیعی داریم، حاصل ضربشون 24. خب در واقع
جمعشون کمترین بشه، اون 2 تا عدد رو پیدا بکنید. بعدیه میگه با انگشتان دستمون حالا به چند صورت میتونیم عدد 2 رو نمایش بدیم، با انگشتان یک دست، با یک دست. خب و اینکه سومی گفته با رقم‌های 5 و 2 و 7 چند تا عدد 3 رقمی میتونیم بنویسیم، و چهارمی هم میگه که تعداد زیادی سکه 50 تومانی و 100 تومانی داریم، چند حالت میتونیم کرایه در واقع 500 تومانی یک تاکسی رو پرداخت بکنیم. البته مثل اینکه مربوط به عهد بوقه، حالا کرایه 500 تومان که مال خیلی وقت پیشه، ولی خب حالا ما حلش میکنیم. بریم، چون جا کم بود من هر مثال رو در واقع توی یه جای جدا آوردم. آقا قبل از اینکه ورود بکنیم، قبل از اینکه دخول بکنیم به در واقع راهبرد الگوسازی یا اسم دیگرش تفکر نظامدار، یه توضیح کوچولو بهتون بدم. یه لحظه برید این آهنگو گوش بدید، برگردید، در خدمتتون هستم. سلام، همه گزینه‌ها روز برات. بسیار عالی. خب آهنگو گوش دادید. ببین حالا خوانندش فکر می‌کنم مهریار به کمک آقای حیاتی چی میگه؟ میگه آقای حیاتی میگه آقا همه گزینه‌ها روی میزه. دیگه باید دستت اومده باشه. ما در راهبرد الگوسازی به دنبال این هستیم که تمام حالتهای ممکن رو بیاریم روی میز. حالا همینجوری یلخی مثلا خدا بهمون الهام کنه آقا تمام حالتهای ممکن اینه مثلا بنویس، نه، بایستی با یک الگویی، با یک تفکر منظمی بیایم تمام حالتهای منظم رو، تمام حالتهای ممکن رو بنویسیم. پس با یک الگو یا با یک تفکر خیلی منظم، با نظم که بهش میگیم تفکر نظامدار، بیایم تمام حالتها رو بنویسیم. همین، تمام، به همین خوشمزگی و همین خوشگلی. آقا چه کاربردی تو زندگی داره. بذار قبل اینکه شروع بکنم من دوست دارم قشنگ جا بیفته، قشنگ حس کنی با تمام عمق و پوست و گوشت و استخونت، با عمق پوست و گوشت و استخونت حسش بکنی. آره، حالا زیاد سوتی نگیرید، نخندید، خوب میخندی ها. آقا نگاه بکن مثلا در کجا کاربرد داره. ما یه خورده حالا با کلاس فکر کنیم، مثلا در علوم انسانی فرض کن، مثلا تو حقوق خیلی جا کاربرد داره. این که ما حالا تو علوم اجتماعی بیاد در واقع جامعه شناسمون تمام حالتهای ممکنی که ممکنه در حالا قبال یک اتفاق بزرگ اجتماعی مردم رقم بزنن، تمام حالتها رو بررسی بکنن، پیش بینی بکنن و تا بتونن در مقابل هر اتفاقی که حالا هر عکس العملی که اتفاق افتاد از طرف مردم، اونها هم یه واکنشی رو نشون بدن، در مقابل هر کنشی از مردم یک واکنشی نشون بدن. آقا زیاد اینجوری صحبت نکن. نه، واقعا میخوام بررسی بکنم و بگم که چقدر کاربرد داره. مثلا توی علوم ریاضی، حالا توی قسمت برنامه‌نویسی، حالا برنامه‌نویسی که میگم برنامه‌نویسی خودش شاخه‌های مختلفی داره. فرض میکنیم مثلا کسی که هوش مصنوعی کار میکنه بایستی خیلی جامع فکر کنه. اصلا تفکر نظامدار، راهبرد الگوسازی به ما یاد میده که خب همه حالت‌ها رو ببینیم دیگه. ما از راهبرد الگوسازی برای جایی استفاده میکنیم، مسائلی استفاده میکنیم که تمام حالت‌های ممکن رو نیاز داریم ببینیم. خب باید تمام حالت‌ها رو بررسی بکنه. مثلا یک کسی که برنامه‌نویس IoT یعنی کسی که مثلا میاد همین یخچالا و حالا وسایل منزل رو مثلا میان بهش برنامه میدن، هوشمندش میکنن، میگن آقا اگه مثلا سیبا تموم شد زنگ بزن مثلا نزدیکترین سوپرمارکت مثلا بیاره برامون سیب بیاره و حالا همه حالتهای ممکن رو بایستی ببینه، همه اتفاقایی که ممکنه بیفته رو ببینه و رصد بکنه و بتونه حالا یه برنامه منظم بهشون بده. یا مثلا تو فکر کردید مثلا پزشکا چجوری مثلا میگن که آقا 70% احتمال زنده موندن این بیمار هست. خب ببین تمام حالتهای ممکن رو بررسی میکنه تو ذهنش و حالا به صورت حالا اونجا تقریبی هرچی حالا تجربهش بیشتر باشه دقیق‌تر میتونه یه درصدی رو بده. پس آقا ما در مسائلی که کل حرفایی که زدم این بود، ما در مسائلی که نیازه که
همه حالتهای ممکن رو داشته باشیم، همه حالتها رو بررسی بکنیم، هیچ حالتی از قلم نیفته، هیچ حالتی از ببین یه سری مسائل هستن که تو باید همه حالتها رو بررسی بکنی. یه کامپیوتر فرض کن یه برنامه‌ای می‌خوای بدی، ببین تو مثلا فرض کن 25 حالت ممکنه، تو یه حالت هم در نظر نگیری اون برنامه ناقصه و انگار که اصلا اون برنامه رو ننوشتی، هیچ ارزشی نداره. خب پس در جاهایی که نیاز همه حالتها رو ما بررسی بکنیم، برای اینکه حالا چه زمانی پس از راهبرد الگوسازی استفاده میکنیم؟ زمانی که نیاز است همه حالتهای ممکن رو بررسی بکنیم. حالا چرا از راهبرد الگوسازی استفاده میکنیم؟ برای اینکه هیچ حالتی از قلم نیفته. میگی مثلا یه خورده توضیح بده. خب بریم اولین مثال حل بکنم. نمیخوام از مثال یکش حل بکنم، از مثال 4. گفته تعداد زیادی مثلا سکه 50 تومانی و 100 تومانی داریم. این که میگه تعداد زیاد یعنی که آقا سکه کم نمیاریم، نگرانشون نباش. به چند حالت میتونیم کرایه 500 تومانی تاکسی رو پرداخت بکنیم؟ یا مثلا میتونست اینجوری بگه تعداد زیادی سکه 50 تومانی و 100 تومانی مثلا اگه داشته باشیم 500 تومن رو به چند شکل میتونیم خوردش بکنیم. اوکی، منظورش اینه. خب آقا من الان از بچه‌ها سوال میکنم، میگم بچه‌ها بگی. خب یکی از تای کلاس داد مثلا زنگ اولم از میگه آقا، میگم بگو 5 تا 100 تومانی میدیم بره دیگه. میگم اوکی باشه، پس این یه حالت. یکی مثلا میگه که آقا من 10 تا 50 تومانی میدم میشه 500 تومانی دیگه. اینم میگم اوکی درسته، دو حالت. یکی دیگه میگه آقا من مثلا 2 تا 100 تومانی میدم میشه 200 تومن. خب 300 تومن دیگه تا 500 تومن مونده. اون 300 تومن هم 6 تا 50 تومانی میدم که میشه 300 تومن، 300 و 200 میشه 500. میگم اوکی، پس 2 تا 100 تومانی و 6 تا 50 تومانی. اینم یه حالت شد، سه حالت. یکی دیگه میگه آقا من 4 تا 100 تومانی میدم. اوکی، تا 500 تومن 100 تومن دیگه مونده. خب 2 تا 50 تومانی هم میدم که بشه 500. پس 4 تا 100 تومانی با 2 تا 50 تومانی. میگم اوکی، اینم یه حالت. 4 حالت. حالا مثلا تو الان 4 حالت گفت. ببین اولا مثلا یه خورده یکی اونجوری گفت یکی اونجوری گفت، همچی الان یادت مون اصلا چی به چی شد. بعد میگم حالت دیگه هم هست، حالا فوقش یه حالت دیگه هم بچه‌ها میگن، مثلا ما میگیم 5 حالت. بعد میگم تموم، میگن آره. خب واقعا تموم شد؟ نه. بعد میپرسم یادتون مون؟ میگن نه. خب ما بایستی برای اینکه هیچ حالتی از قلم نیفته و اصلا مطمئن باشیم که هیچ حالتی از قلم نیفته باشه، بایستی خیلی منظم پیش بریم. چیکار میکنم؟ یه جدول میکشم. اوکی، میگم این یه جدول. خب قرار 500 تومانی بسازم دیگه. خب پس من سکام 50 تومانی و 100 تومانی. اوکی، از یه جایی شروع میکنم، همینجوری منظم میرم جلو. اصلا همون اول همیشه هم یادتون باشه از زیاده شروع بکنید. الان 100 تومانی دارم. اوکی، میخوام 500 بسازم. اصلا فعلا 50 تومانی در نظر نگیر. خب اوکی، 5 تا 100 تومانی. خب 5 تا 100 تومانی، ببین 5 تا 100 تومانی میشه 500 تومن و 50 تومانی صفر. اوکی، حالا میام شروع میکنم هی 100، این در واقع 100 تومانی یه دونه کم میکنم. الان یه دونه کم بکنم میشه 4 تا 100 تومانی، میشه 400 تومن. داریم منو 100 تومن دیگه تا 500 تومن مونده. خب میخوام با 50 تومانی در واقع اونو بقیه‌اش رو بدم دیگه. میشه چند تا 50 تومانی؟ 2 تا 50 تومانی میشه 100 تومن. اوکی، داریم منو. خب حالا بریم مرحله بعدی. خب 4 تا 100 تومانی بود، حالا میشه چی؟ 3 تا 100 تومانی میشه 300 تومن. تا 500 200 تومن دیگه مونده. خب اون 200 تومن رو چیکار باید بکنم؟ 4 تا 50 تومانی میشه 200 تومن دیگه. دقت میکنی هر بار که یه 100 تومانی کم میکنم به تعداد 50 تومانی ها 2 تا اضافه میشه دیگه. یعنی اون 100 تومانی که میذارم انگار کنار، یه دونه 100 تومانی انگار هر دفعه کم میشه دیگه. درسته؟ اون جای خالیش با چی پر میشه؟ با 2 تا 50 تومانی پر میشه دیگه. به خاطر همین تعداد 50 تومانی ها زوجه. درسته؟ تعداد 50 تومانی های من زوجه. اوکی، خب بریم مرحله بعدی. حالا 2 تا 100 تومانی. اوکی، قطعا دیگه الان فهمیدی 2 تا بعد 50 تومانی به مرحله قبل اضافه بشه میشه 6 تا. حالا میخوای حساب بکنی 2 تا 100 تومانی 200 تومن، 6 تا 50 تومانی هم 300 تومن. مرحله بعدی یه دونه 100 تومانی، 50 تومانی ها چند تا میشه؟ آفرین 8 تا. مرحله بعدی 0 تا 100 تومانی، یعنی 100 تومانی هیچی. چند تا 50 تومانی میشه؟ قطعا 10 تا دیگه. 10 تا 50 تومانی میشه 500 تومن که کاملا هم درسته. پس چند حالت شد؟ 1 حالت، 2 حالت، 3 حالت، 4 حالت، 5 حالت، 6 حالت شد. حالا صورت سوالمون هم پاک شد. بله دیگه ببخشید چون که من اینا رو کپی کرده بودم از تو کتاب، به خاطر همین
صورت سوال پاک شد. شما کتاب حتما جلوتونه. خب 6 حالت پس من میتونم در واقع با سکه‌های 50 تومانی و 100 تومانی اون 500 تومان رو پرداخت بکنم. حالا یه سوال من اینجا خودم اضافه بکنم. ممکن بود توی پرانتز یا آخر سوال بگه یا توی سوال بگه که آقا از هر دو تا سکه بایستی، الان جواب این سوال شد 6 حالت ها تمام. حالا این یه سوال جدیده، همین سوالو می آورد و یه جایی حالا یا تو وسط سوال یا آخر سوال اضافه میکرد از هر دو سکه 50 تومانی و 100 تومانی باید استفاده بشه. یعنی این دو تا حالتی که نگاه بکن، حالت اول که فقط از 100 تومانی استفاده شده و این حالت آخر که از 100 تومانی استفاده نشده فقط از 50 تومانی استفاده شده باید حذف بشه. یعنی فقط این حالتایی که از هر دو تا سکه ما داریم برای دادن کرایه استفاده میکنیم، تنها حالتایی که استفاده نمیکنیم این دو تاست. حالا این دوتا رو در واقع در نظر نباید بگیریم. حالا یه خورده پیشرفته ترش کردم. البته اینو ما میتونستیم حالا تو قسمت بعدی بگیم تو حذف حالت‌های نامطلوب، ولی همینجا هم میشه گفت. اونجا مثلا میشد اون دوتا حالت حذف میشد 4 حالت، ولی این سوال جوابش میشه 6 حالت. تمام؟ مرسی. خب بریم سراغ مثال 1 و همینجوری به ترتیب حل بکنیم. میگه دو تا عدد طبیعی پیدا بکنید. عدد طبیعی هم میدونید دیگه 1 2 نیچرال، عدد طبیعی نیچرال با n نشون میدن. 1 2 3 4 عددی که برای شمارش به کار میرن. دو تا عدد طبیعی پیدا بکنید که حاصل ضربشون بشه 24. همینجا نگه دار. همینجا ادامه نکن. دو تا عدد طبیعی که حاصل ضرب بشه 24 چیا هستن؟ من توصیه میکنم که از 1 شروع بکنی، ساده تر. یعنی کوچکترین عدد طبیعی 1 دیگه. نگاه کن بگی 1 ضرب در چند میشه 24، قطعا میگی 24. 1 24 تا اینجوری پیش بریم بهتره. بعد مثلا بعدی چی؟ 2 تا 12 تا، بعدیا 3 تا مثلا 8 تا 24 تا میشه، بعدی 4 6 تا میشه 24 تا، بعدی چی؟ 5 که نداریم 6 4 تا. خب ببین 6 4 تا با 4 6 تا، خب ما دو تا عدد میخوایم دیگه. حالا 4 و 6 6 و 4 فرقی نداره تو ضرب دیگه. این 4 تا جفتم پیدا کردیم. خب فقط خواستم اینو دریابی. میگه دو تا عدد طبیعی پیدا کنید، حاصل ضربشون بشه 24، حاصل جمعشون کمترین باشه. یه شرطی هم اینجا گذاشته. ببین حاصل ضرب 24، حاصل جمع کمترین. خب ما دنبال دو تا عدد طبیعی میخوایم بگردیم، حاصل ضربشون بشه 24 و مجموعشون یعنی حاصل جمعشون کمترین مقدار ممکن باشه. خب باید تمام عددهای طبیعی که حاصل ضربشون 24 رو بررسی بکنیم، از بین اونها اون حالتی که حاصل جمع کمترینه رو قطعا جواب این سوال میشه دیگه. خب از چی شروع کنیم؟ از 1 دیگه. 1 در چند میشه 24 24. 1 24 تا میشه 24 تا، حاصل جمعشون میشه چی؟ 1 و 24 میشه 25. خب بعدی 2 تا 12 تا میشه 24 تا. خب 2 و 12 مجموعشون میشه چی؟ 14. یه چیز رو دقت بکنید بچه‌ها، توی این جدولی که ما کشیدیم خب اولی رو گذاشتیم اولین عدد، بعدی دومین عدد و اون ستون سوم حاصل جمع. دیگه حاصل ضرب رو نذاشتیم. میدونی چرا؟ چون همشون حاصل ضربشون 24 دیگه، مثلا نیاز نیست دیگه. ما اولی 1 24 تا، بعدی 2 12 تا میشه 24 تا. حاصل جمع حاصل ضرب همشون 24 دیگه، نیاز نیست هی بنویسیم 24 24 24. خب بعدی میشه چی؟ 3 8 تا 24 تا، خب جمعشون میشه 11. بعدی 4 6 تا میشه 24، جمعشون میشه بعد 10. مرسی. مرحله بعدی با 5 که نمیتونیم 6 4 تا میشه که خب 6 و 4 با 4 و 6 فرقی نداره. خب دیگه همینجا تموم میشه دیگه، درسته؟ بعد الان ادامه بدین نگاه کن، بعدی میشه 6 4 تا، بعدیش میشه 8 3 تا، اینجوری فرقی نداره، فقط جای عدد اول دوم جابجا میشه، فرقی نمیکنه. حاصل جمع یه دونه ثابته. خب ما خواستیم که حاصل جمع کمترین بشه، خب میشه قطعاً این ستون آخر یعنی 4 و 6 که حاصل جمعشون میشه 10. دنبال اون دو تا عدد هستیم که حاصل ضرب میشه 24 و حاصل جمعشون کمترینه که میشه 3 و 8 که حاصل جمعشون شد 11. عذر میخوام 4 6 تا 24 تا که حاصل جمعشون میشه. یه لحظه پاک شد اینو ندیدم. خب پس چی شد؟ ما دو تا عدد رو پیدا کردیم 4 و 6. ای بابا نمیدونم چرا این پاک میشه. 4 دورش خط نمیکشم دیگه. خب 4 و 6. میتونه سوالو اینجوری بده، بیام سوالو ببین از یه جنبه دیگه بررسی بکنیم. دو عدد طبیعی پیدا کنید، حاصل ضربشون بشه 24 و حاصل جمعشون بیشترین مقدار ممکن بشه. قطعاً